ایلبانگ. گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی. این برنامه مجله موسیقی. به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. کسی کو بود پاک و یزدان پرست، نیازد به کردار بد هیچ دست. با سلام و درود به شما هنردوستان رادیو فرهنگ. من صادق چراغی به یاری همکارانم با یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های بامدادی مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ همراه شما هستم. ما در این برنامه به دنبال برنامه پیشین با همراهی هنرمند گرامی جناب آقای علیرضا پورامید موسیقی شناس و ادیب در گفتگو با استاد فرمان مرادی خواهیم بود. آقای فرمان مرادی زاده 1326 در کرمانشاه. در سال 1349 با دعوت زنده‌یاد دکتر داریوش صفت که در آن روزگار بنیانگذار و سرپرست مرکز حفظ و اشاعه موسیقی بود، برای کار در کارگاه سازسازی آن مرکز استخدام شد و در سال 54 با حکم دکتر صفت سرپرستی این کارگاه به او سپرده شد. در همون دوران بود که او با هنرمندان بسیاری در مرکز حفظ و اشاعه آمد و شد پیدا کرد. بودن او در اون مرکز بهانه‌ای شد تا آقای فرمان مرادی یکی از کسانی باشه تا از زنده‌یاد محمد نوایی معروف به عشقی ستارسازی رو بیاموزه. آنچنان که سالها بعد او کتاب سوز و ساز عشقی رو درباره همه این آموزه ها و زندگی و هنر عشقی به رشته تحریر درآورد و در اختیار دوستداران این هنر گذاشت. آقای فرمان مرادی در چند دوره عضو هیئت مدیره کانون سازسازان خانه موسیقی بودند و در حال حاضر نیز افزون بر اینکه رئیس کانون سازندگان ساز این خانه هستند، عضو هیئت مدیره خانه موسیقی نیز هستند و البته کارشناس موزه موسیقی در پیوند با سازشناسی. طی این هفته در چارچوب چند برنامه همراه با آقای علیرضا پورامید همچنان با استاد فرمان مرادی خواهیم بود و گفت و شنودی خواهیم داشت از روزگاری که آقای فرمان مرادی با دنیای سازسازی خودشون داشتند. شوربختانه چند روز پیش یکی از خوانندگان خوب ایران زمین رو از دست دادیم. کاوه دیلمی هنرمند گیلانی درگذشت. عشقم میدهند از هجر یاران نایهی، میگدازد سینه‌ام را داغ آن سرو سهی. با ویرانش و مرغان بینوا ایوان تهی. ایوانان آخر کجایی تا نوایی سردهی.
زنده یاد کاوه دیلمی در سال 1319 در رشت زاده شد و پس از پایان دبیرستان در تبریز به جهت ادامه تحصیل به انگلستان سفر کرد و در مقطع لیسانس در رشته مدیریت فارغ التحصیل شد. مرحوم دیلمی ساز تار رو نزد هوشنگ ظریف آغاز کرد و در ادامه از آموزش‌های زنده یاد احمد عبادی بهره برد. وی آموزش آواز ایرانی رو نزد استاد غلام حسین بنان آموخت. نخستین اثر کاوه دیلمی یاد یار مهربان به یاد استاد بنان با آهنگسازی هنرمند گرامی فرهاد فخرالدینی بود. آلبوم‌های موسیقی می ناب 1 و می ناب 2 با آهنگسازی روح الله خالقی و تنظیم خانم گلنوش خالقی، آلبوم موسیقی رامشگران با آهنگسازی فرهاد فخرالدینی و اجرای گروه شیدا و آلبوم موسیقی مرغ حق با تنظیم هنرمند خوب مزدا انصاری از دیگر آثار مرحوم دیلمیه. اجرای کنسرت به همراه استاد حسین علیزاده و گروه سازهای ملی در آمریکا و اروپا از جمله دیگر فعالیت‌های هنری اون زنده یاده. به همین مناسبته که جای جای این برنامه مزین شد به صدای اون زنده یاد و با شما شنوندگان گرامی در بینابین گفتگوهای این برنامه به گوش جان آثاری از زنده یاد کاوه دیلمی رو مرور خواهیم کرد. یادش به مهر بیاید هر کجا که یادی از او می رود. با هم می شنویم بخشی از تصنیف اشکاه. شنوندگان گرامی، دنیای موسیقی دنیای بزرگی که یکی از بخشای اون دنیای سازها هستن که پا به پای هنرمندان دیگه در خلوت‌های بسیار خودشون که دارن با دنیای سازسازی باعث میشن که سازهایی به وجود بیان که شما از دل این سازها نغمه‌های جادویی و نغمه‌های اصیلی موسیقی رو میشنوید و ما کمتر شده که با سازسازان نشست و گفتگو داشته باشیم و این برنامه بامدادی یک فرصت غنیمتی که ما با یکی از پیشکسوتان سازسازی آقای فرمان مرادی هستیم. ولی من یک مژده افسون دارم برای شما و اون حضور هنرمند گرامی استاد علیرضا پورامید در این برنامه است که ایشون همزمان در اینجا حضور دارن تا یاری دهنده من باشن در پیش بردن یک گفتگوی خوب و مفید درباره دنیای سازسازی. آقای پورامید خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. خیلی متشکرم. عرض سلام دارم به شنوندگان شما و خسته نباشید و تشکر ویژه‌ام میکنم از اینکه به مقوله بسیار بسیار پر اهمیت اما مخفول واقع شده سازسازی پرداختید به شکل اهم و به شکل اخص. خود آقای مرادی که گنجینه است و تاریخ گویا و زنده ای از این 50 سال اخیر این حرفه هستش. خیلی متشکرم. درود بر شما. آقای فرمان مرادی خیلی خوش اومدید به این برنامه. تمنا میکنم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم. درود بر شما. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه خودتون حضور دارید.
شما برای اینکه کار سازسازی رو یاد بگیرید پیش آقای عشقی میرفتید یا؟ بله دیگه، استادی که به نام بود و سرشناس بود توی زمان خودش هم در واقع. یه لحظه زودی من یه مقدمه رو بگم، چون چند بار سال 48 و 50 و اینا شما سوال کردید. این مقدمه خیلی هم روشن واضحه، همین که نیاز داره که تکرار بشه. بعد ببینید در سال 48 البته 47 نطفه مرکز افزایش بسته میشه، ولی در سال 48 که شروع به کار میکنه ایشون در یک مجلسی بدون هیچ گونه سابقه سازسازی، هیچ گونه، با مرحوم دکتر صفوت و استاد زنده که ایشالا سلامت باشن آقای قنبری مهر آشنا میشن، علاقهشون به موسیقی اعلام میکنن. آقای قنبری مهر چی در پیشونی و بشره و چهره ایشون میبینه که میگه آقا میخوای ساز بشی؟ انگار که جواب مثبت ایشونو میدونسته، انگار خود آقای قنبری مهر در مقابل صبا که رفته بود ویولون یاد بگیره، صبا بهش میگه میخوای برو ساز بساز، به ایشون پیشنهاد میده، ایشون هم موافقت یعنی اعلام میکنه جواب مثبتشو، فردا صبح میگه برو مرکز افزایش. میرن که اونجا دیگه خدمت دکتر صفوت میرسن، دیگه با آقای قنبری مهر کاری به اون شکل نداشت. از اون طرف آقای دکتر صفوت برای اینکه مرکز افزایش راه بندازه، ایدهش اساساً بر این گونه بوده، در فرانسه که درس میخونده این طرحو داده بوده که ما اساتیدی که راویان اصیل موسیقی ایرانی هستن در همه رشته‌ها رو باید بیاریم در یک جا، دانشجویان مستعدم بیاریم خدمت این اساتید و کار یاد بگیرن. در پی این سیاست آقای نورعلی خان برومند، شازده هرمزی، یوسف خان فروتن، استاد دوامی تو سازسازی هم میرن سراغ آقای عشقی، تا وقتی که تو بلوار ناهید بودن، خیابون ولیعصر فعلی و شمال تهران، آقای عشقی چون مغازه‌شون در ابتدای خیابون مقصود بگ یا شهید دربندی الان هست، خب میتونسته بیاد، راه کوتاه بوده و احتمالاً میومده، ولی وقتی میان به کوچه خبیر خیابون ویلا دیگه نمیتونسته بیاد. به عنوان ساعت اداری میگن برو پیش ایشون آموزش ببین. قرار بوده که آقای استاد عشقی بیاد در مرکز یه ده ستار ساز تربیت کنه، آقای قنبری مهر بیاد یه ده کمانچه ساز و ویولون ساز تربیت بشن. قاعده بر این بوده، حالا ویولون جزء نگاه آقای صفوت نبوده ولی کمانچه و همینطور سازهای دیگه. این بنای به اصطلاح مرکز افزایش و تفکرات مرحوم صفوت بوده. حالا چقدر موفق میشه واسه نی سازی، مثلا یه سازنده نی بیاره یا برای مثلا قیچک یکی بیاره اونا رو، ولی در مورد تار و ستار به ویژه ستار موفق میشه با آقای عشقی صحبت بکنن و آقای عشقی هم حالا این مطالب تو کتاب سوز و ساز عشقی که نوشته استاد مرادی هست به تفصیل هست. حتی اون کلمه جالب رپتو که ذکری ازش میشه و توضیح مفصل که به معنی امروزیش یعنی وا ویلا چه بیچارگی بعدش خواهیم داشت. در یک کلام گفته اگر با این حقوقا باشه زندگی ما رپتو یعنی هیچی. اینو بعد وزیر یا رئیس به سازمان فرهنگ و هنر یا وزیر میگه آقا این معنی کلمه یعنی چی؟ دکتر صفوت میگه من جداگونه. آقای کلمه کی به کار میبره؟ مرحوم عشقی همونجا به کار پس بگه حقوقمون اگه این باشه وای به حال ما. این رپتو حالا اصطلاح تهرانی و قدیمیه. اینا رو میخوام بگم یعنی با جزئیات آقای مرادی در کتاب آوردن. ولی حالا اینجا صحبت ما اینه که از بحث منحرف نشین و خواهش می‌کنم شما سوالاتتو تو این حوزه بچرخونید که آقای مرادی در یه تاریخی حالا سال 50 دیگه مرحوم عشقی رو دکتر صفوت راضیشون میکنن که همکاری کنن. قرار بوده که کار بیان تو مرکز، چون بعد فاصله ایجاد میشه آقای مرادی میرفته خدمتشون.
مجله موسیقی رادیو فرهنگ. خدای من بارا دوست. حالا بگو برامون آقای از عشقی بگو. استاد عشقی در واقع با سه نسل در ارتباط بود. زمان خودش، استادش هم اول بگو برامون. میگم خدمتتون، زمانی که میره پیش سید جلال. ببینید من خدمتتون هستم، سید جلال شاگرد مرحوم هاش طاهر. استاد عشقی شاگرد سید جلال بوده. در واقع هر چی که به قول خود استاد عشقی هاش طاهر داشت انتقال داد به سید جلال و سید جلال هم اینو به عشقی میگه که هر چی که استاد داشت بدون هیچ چشتاش یا ریایی در اختیار من گذاشت و منم در اختیار تو پسرم میذارم، فرزندم میذارم. استاد عشقی همین حرف رو با من زد، گفت هر چی اونا داشتن تجربیاتشون در اختیار من بود، من به فرزندم که تو هستید و دومین فرزندم سازها هستن. یعنی سازها در واقع چون استاد عشقی یه مقدار توی عرفان هم بود، یه مقدار خیلی چی در یک مغازه 9 متری زندگی میکرد بدون هیچ امکاناتی که داشته باشه. یعنی همونجا کار میکرد، هم میخوابید هم منزلش بود. تخت فنری سربازی داشت، تخته رو میزد به دیوار، مهارش میکرد با یه نخی و شبام اینو میآورد پایینی، آخر دیگه نمیتونست اونم پایین بیاره. بعد به من یک نصیحتی کرد، وصیتی کرد که هر چی من دارم در اختیار تو هست و حتی میتونی آرم منو بزنی. که من گفتم چه کاری من جسارتی نمی کنم به هیچ عنوان، برای اینکه کارای شما خراب بشه من گناهکارم. اساسی اخلاقش همینطوری بود، هیچی نداشت، یعنی نه فرشی نه فلانی. یه عکس بزرگ داره که حتی بخیهایی که روی مچ لباسش هست خودش زده، نخواه همه معلومه. و گفتش که شما بدون چشداش برای اینکه در خیال مردم بذار، برای اینکه عشقی ها همچنان زنده بمونن. من در کتابم نوشتم در روی هرگزم نقش تو، هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرمد، هرگزم از یاد من آن سرو خرامان نرد. فکر می‌کنی تو طول چندین سال آقای عشقی به ساز ساختن؟ ما یه ذره سوالا رو میام که به تعداد بیشتری برسیم. فکر میکنید چند سال فعالیت داشت از روزی که شروع کرده و چند سالگی؟ 6 سال کلا در عوض اداره من میرفتم. نه خود عشقی چند سال سازسازی کرد؟ اون 83 سال عمر کرد. منتها اگر که یه مقدار بپردازم به زندگی چطوری اومده تو موسیقی و چطوری با سید جلال آشنا میشه، اینا یه مقدار طول میشه. اونارم که تو کتاب گفتی. تو کتاب گفتم. بله. حالا شما فکر می‌کنید چند سال کار می‌کنه؟ مثلا 70 سال ایشون ساز ساخته. شاید 70 سال بیشتر. حالا چون قبلا در چرخ گاری میساختن اینا که با چوب بالاخره سر و کار داشتن. حالا اون مورد نظرمون نیست. اینا رو عرض کردم تو کتاب گفتی. این که ایشون در طول 70 سال چند تا ساز ساختن؟ خیلی، ولی من نمیدونم. به قول استاد حسن کسایی که نوارش موجوده میگفت اون چی که در این 60 سال من دیدم سازهای عشقی بود، در گود هنری بود. حالا یه مطلب دیگه، شما شاهد بودی که در روز چند تا ساز میساخت؟ در روز که خیر، در شاید ماه 2 تا، یکی 2 تا بیشتر. همین مثلا چند روز یه ساز میساخت؟ طول میکشید. مثلا ماهی 2 تا 3 تا. 2 تا 3 تا. سالی فرض بکنیم 20 تا. یه آدمی هم بود که تا داشت
کار نمیکرد. موقعی که احتیاج داشت به زندگی، در واقع زندگی چی بشه، بعد سازی میفروخت، ساز وارد میرفت میساخت. ولی 1000 تا رو حداقل یه بار یادمه یه صحبتی بود راجع به 1000 عدد، شاید 1000 بیشتر شاید بالا. بیشتر. ضمناً تارا میساخته با هم کار کردیم. و شما چند سال در خدمت؟ من 6 سال به طور دائم، یعنی از صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتشون بودم، ولی هیچ موقع من عشقی رو کنار نذاشتم و حتی شبی که در واقع رفتم پیشش ساعت 10:30 شب بود، گفتم نفت داره، برای اینکه موقع گاز هنوز چه نبود و اینم بدون هیچ امکاناتی هم از کردم چیش هست. گفت بابا جون فتیله من دیگه تموم شد و فردا صبحش به من زنگ زدن که در واقع ولادت کرد. هرچه جز بارغت بر دل مسکین من است، برم از دل من و از دل من نرود یا مجله موسیقی رادیو فرهنگ. موسیقی که شنیدید آواز زنده یاد کاوه دیلمی بود با همراهی تار استاد هوشنگ ظریف. برنامه‌ای که شنیدید یکی دیگه از سری برنامه‌های بامدادی مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ بود که به گفتگو با یکی از هنرمندان سازگر خوب کشورمون استاد فرمان مرادی گذشت. شما دوستداران این گونه گفتگوها در برنامه بامداد فردا میتونید با دنباله این گفتگو همراه ما باشید. از فرصت این برنامه زمان دیگه‌ای باقی نیست و من ناگزیر بایستی این برنامه را به پایان برسونم. هرچند همکاران خوب من در رادیو فرهنگ همچنان همراه شما هستند. ابیاتی از شاهنامه فردوسی آغازگر و زینت بخش این برنامه بود. چه زیبا که پایان بخش این برنامه هم ابیاتی از این حکیم بزرگ ایرانی باشه. ز خورشید تابنده تا تیر خاک گذر نیست از داد یزدان پاک. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای. بدانگه که لوح آفرید و قلم، بزد بر همه بودنی ها رقم. خداوند گردنده خورشید و ماه، روان را به نیکی نماینده راه. تو از وی به جز شادمانی مجوی، به باغ جهان برگ اندوه مبوی. به گفته بزرگی روز را خورشید می سازد، روزگار را ما. امروزتون سرشار از امید، بهروزی و کامیابی. تا برنامه دیگر بدرود و خدا نگهدار.